افسانه‌های خلق تاجیک. افسانه روباه و پلنگ. بود نبود یک روباه بود. روباهی بسیار عیار و مکار بود. یک روز یگان پرنده ای را داشته خوردنی می شود که در راه یک و یک باره از پیشی راهش پلنگ بر آمده می ماند. روباهی بیچاره ترسید و دیر ورزید و راهی گریز را پیش گرفت. گریخته رفته ایستاده بود که جری چکوری از پیش راهش برآمد. علاج گذشتنی نبود. چیکار کردنش را ندانسته به بالای یک سنگ کلان برآمده گریه را سر کرد. پلنگ حیران شده پرسید: ای روباه، به تو چی شد؟ برای چی گریه میکنی؟ آه، من شما را دیدم و پدرتون به خاطرم آمدند. رحمتی جایشان جنت شود. همین قدر ناترس و چابک و چالاک بودند که از جریها چشم پوشیده می جهیدند، از کوه می پریدند، از دریاها می گذشتند. صد افسوس که دیدن کارنمایی های این خیل دلیران به من میسر نمی شود. گریه من انا برای همین است. پلنگ این گپ را شنیده با غرور سر برداشت و در پیش روباه چست و چالاکی خود را نمایش دادنی شده از جری جهید و به قعر جری رفته زد. روباه به تگ جری نگاه کرده پوزخند زده گفت: من میدانستم که شما دیگر و پدرتون دیگرند. هر فرزند پدرش بر این نمی شود.